این ویدیو یه ویدیو معمولی نیست. ویدیوییه که میتونه جون شما عزیزانتون رو تحت تاثیر قرار بده، میتونه زندگی همه ما فارسی زبانان، مردمی که توی ایران هستند رو جهتی متفاوت بده. چرا که توی لحظه فوق‌العاده حساسی هستیم با توجه به اتفاقاتی که داره در اواخر آبان در ایران میفته و در زمانی که ماه در قلمرو اسد یا مرداد یا اون شیر آسمانی بود، توی کشور شاهد برافراشته شدن پرچم ملیمون، پرچم شیر و خورشید بودیم و اتفاقات خیلی مهمی پیش رو داریم. دوستان، اواخر این آبان از روزهای 29 تا 2 آذر مهمترین، بزرگترین و قویترین قمر در عقرب سال، قمر در عقرب آبان داره اتفاق میفته. قمر در عقربی که ماه و خورشید با هم در حالت اجتماع نیرین به صورت فلکی عقرب یا کژدم میرسن و ماه و خورشید و آنتارس در کنار هم هستند. یه چیزایی از پیدا شدن جسدهایی که توی سد کرج پیدا شده شنیدید. یه چیزایی راجع به طلسمایی که واسه بستن دهن مردم وجود داشته شنیدید و یه خطری وجود داره، خطر آلوده شدن همه شما در این روزهای قمر در عقرب، چرا که اون طلسما باطل شدن. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. مسئله فوق‌العاده مهمیه. این قضیه رو کامل واسهتون باز کنم که توی آسمون داره چه اتفاقی میفته و چیکار بکنید که از این اتفاقات، از این موج، از این درگیری در امان باشید. هم خودتون، هم عزیزانتون، هم خاک کشور عزیزمون. درود دوستان، اودین هستم، راهبر انجمن علوم ماورایی و نجوم ایلویچرز. از پنجشنبه 29 آبان برابر با 20 نوامبر از ساعت 14:33 به وقت تهران ماه وارد صورت فلکی عقرب میشه و چه اتفاقی میفته دوستان؟ کامل مسئله رو واسهتون باز کنم و شرح بدم. ببینید، توی عالم جادو همه چیز بر وزن 4 عنصر آتش، آب، خاک و باد میچرخه و هر کدوم از این صور فلکی روی یکی از این عناصر سوار میشن. آبان از عنصر آبه، در قلمرو عنصر آبه و خب یه اتفاقی افتاده الان توی این چند روزه. توی ویدیوهای قبلی همونطور که میبینید ماه توی ارتعاش اسد بود، ماه در صورت فلکی اسد بود، این شیر آسمانی. و زمانی که ماه روی این صورت فلکی بود، این ویدیوها در فضای مجازی منتشر شد. همتون دیدید و شاهد برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید مقدس دوباره در خاک ایران بودیم. کشور ما با این شیر و خورشید پیوند قدیمی و آسمانی داره. این شیر ریشه در میترائیست ایران باستان داره و خداوند ایران زمین تنها راه درست شدن این خاک رو بازگشت مردم به اصل خودشون میدونه. همزمان با این برافراشته شدن یه مسئله رو شد در کشور. احتمالاً این ویدیو، این پست رو توی فضای مجازی توی این چند وقت دیدین. 74 جسدی که توی سد کرج پیدا شدن از سال 98، از آبان 98 و از سکوت‌های یکباره‌ای مردم در مقابل این سیستم، این مسئله به وجود اومد.
یه خاطره قدیمی بهتون بگم. آبان 98 طی اون چند روز اعتراضات، قبل از اینکه اون اعتراضات به وجود بیان، شمنهای ایران، کسایی که من تا اون زمان میشناختم در حوزه ماورا به صورت تخصصی فعالیت میکردن، حالا مراسم میگرفتن، توی هزار شرکت میکردن و حالا در رابطه با شمنیسم آگاهی و قدرت روحی اختری داشتن. توی یه نقطه جمع شدن، توی یه نقطه جمع شدیم بالا سر سد کارون و این داستان، این جسدها قبلا توی سدهای دیگه هم اتفاق افتاده بود، ولی طی مراسمی که توی اون زمان انجام گرفت، خب یه موجی از روی مردم در جهت سکوتشون برداشته شد و شاهد اتفاقات آبان 98 بودیم که همزمان با گرون شدن بنزین شروع شد. ولی بعد از 3 روز خب این هماهنگی و فرکانس دوباره از بین رفت، دوباره یه نیروی اومد غالب شد. و بریم سراغ طلسم های باستانی. ببینید در عالم احضارات و حالا استخدام موجودات غیر ارگانیک، مسئله معامله با خون همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. مسئله قربانی کردن وجود داشته و وجود خواهد داشت. و داستانی که اتفاق میفته، طلسم کردن مردم با قربانی کردن انسان هست. زمانی که نمیدونید چی میشه ولی کلا به خیال ماجرا میشید، این نفوذ روتون انجام شده. زمانی که بی‌حس میشید از طریق نفوذ عنصر آب، این اتفاق روتون تاثیرگذار شده. ما از اون زمان که من این مسئله رو دیدم، بارها دست به افشا کردن زدیم که آقا این اتفاق داره میفته، اینطوری دارید به آب آلوده میشید. ولی خب همیشه زور رسانه بیشتر. خیلی وقتا جهتی که میخوان برای سانسور واقعا اعمال بشه و خیلی وقتا صدای حق به گوش عام مردم نمیرسه. ولی الان اتفاقی که افتاده، مخصوصا توی سد کرج و اتفاقی که واسه مردم تهران میفته، این اجساد از آب بیرون اومدن و تداوم این طلسم از بین رفته و نمایان شده. ما یه قانون نانوشته در عالم جادو داریم که طلسم زمانی که نمایان شود باطل شده است و دوستان الان این طلسم باطل شده. ولی مسئله‌ای که وجود داره، قرارگیری ماه و خورشید در کنار هم در این حالت قمر در عقربه. خب طی ارتعاشات چند روز پیش دیدید که خورشید در صورت فلکی میزان بود، میزان یا مهر، و توی این قمر در عقرب پیش رو خورشید هم به صورت فلکی عقرب میرسه و ماه و خورشید در کنار هم در صورت فلکی عقرب در کنار آنتارس قرار میگیرن. ماه و خورشید کنار هم هستن، چون ماه رو در آسمان نمیبینید، ماه با خورشید میاد بالا و با خورشید غروب میکنه، ولی در قلمرو آنتارس یا عقرب هستیم. و اگر قرار باشه طلسمی دوباره اعمال شود، بهترین زمان، بهترین درجه برای نفوذ به احساسات مردم، برای نفوذ با عنصر آب در صورت فلکی عقرب است. اگر قرار باشه دوباره تأثیری روی شما مردم اتفاق بیفته، توی این چند روز قمر در عقرب اتفاق میفته. پس تا انتهای این ویدیو با من باشید که روش‌های حفاظت رو کامل واسهتون توضیح بدن که اگر دوباره کاری کردن حداقل آلوده نشین و این صدا رو به گوش تک تک کسایی که توی این سرزمین از آب باید استفاده کنن بفرستید. اول بازه زمانی قمر در عقرب رو کامل واسهتون تحلیل کنم. بهتون گفتم چه زمانی شروع میشه،
از پنجشنبه 29 آبان ساعت 14:33. و اینجا ماه و خورشید با هم وارد صورت فلکی عقرب میشن. جمعه 30 آبان در ساعت 9 صبح، 30 آبان برابره با 21 نوامبر. در ساعت 9 صبح ماه میرسه به ستاره آنتارس. آنتارس یا قلب عقرب. اینجا لحظه اوج تأثیره. اگر دنبال فکت های علمی هستین، اگر علمگرا هستین، توی این ویدیویی که این بالا واسهتون تگ میکنم دلایل تأثیرات قمر در عقرب مخصوصا زمانی که ماه به آنتارس میرسه رو کامل به صورت علمی توضیح دادم، ببینید حتما. و قمر در عقرب اینجا به اوج میرسه. توصیه من جمعه 30 آبان در ساعت 9 صبح زیر آب باشید. لحظه ای که ماه به قلب عقرب میرسه حتما لطفا زیر دوش باشید، توی استخر باشید، آب کنار دستتون باشه، صورتتون رو یا آب بزنید همون موقع، ترجیحاً یه پاکسازی در لحظه با آب بکنید توی این تایم. و خب توی این بازه قمر در عقرب فوق العاده سنگینیه، چون فقط ماه در صورت فلکی عقرب نیست، خورشید هم کنارشه. کلا توی حالا ماهیت ارتعاشی که سیارات دارن، زمانهای ماه تاریک، زمانهای اجتماع نیرین، زمانهایی که ماه شب در آسمان نیست، یعنی ماه در طول روز حالا در حالت ماه نو در کنار خورشید میاد طلوع میکنه و غروب میکنه، کلا سطح انرژی ها به صورت کاملا متفاوتی هستن و شبهای فوق العاده تاریکی داره و جادوی سیاه در این شبها اتفاق میفته، چرا که ماه هم در آسمان نیست، ولی در این زمانی که ماه و خورشید داره به طرف دیگه زمین میتابه، آنتارس در آسمانه. و این شبهایی هستن که اگر بخوان کاری کنن دوباره شما رو باید توی این شبها طلسم کنن. توی تک تک این شبهای قمر در عقرب که آخرین روز این قمر در عقرب، شروعش رو متوجه شدین، اوجش رو متوجه شدین و این قمر در عقرب تا یک شنبه 2 آذر ساعت 2:15 شب ادامه داره. دیگه یک شنبه صبح که از خواب بیدار شید همه جا امن و امانه. ولی توی این 4 شب دوستان حتما حفاظت از خودتون بکنید. روش های حفاظت رو به صورت کامل واسهتون توضیح میدم. اگر میتونید تا فرصت هست کریستال بلک تورمالین تهیه کنید. این کریستال قیمتی نداره، راحت میتونید تهیه کنید. برای حفاظت بیشتر اگر میتونید الماس تهیه کنید، خود الماس طبیعی و ترجیحاً با آرایش بریلیان کات. اگر نمیتونید الماس تهیه کنید و میخواید حفاظت تکمیل تری داشته باشید، کریستال دور یا کوارتز هم در کنارتون باشه. پس ترکیب تورمالین یا کوارتز رو استفاده کنید، یا یکی از اینا رو استفاده کنید، یا الماس رو استفاده کنید. این از کریستال هایی که میتونید قبل از این بازه همراهتون باشه واسه حفاظت از کریستال استفاده کنید. دوم اینکه توی این 4 شب حتما هر شب با 8 شمع دور منطقه‌ای که قرار میگیرید خودتون رو با شمع حصار کنید. 8 شمع استفاده کنید. چرا از عدد 8 اینجا استفاده میکنیم و عنصر آتش باشن؟ چون میخوایم از همون شیر و خورشید کمک بگیریم. توی ضابطه بندی تاروتی این کارت قدرت کارت 8 و این شیری که توی این کارت میبینید دقیقاً نشانی از ارتعاش میترا داره. ما میخوایم از مادر باستانی خاکمون کمک بگیریم در جهت حفاظت. و خب چرا از شمع استفاده میکنیم؟ به خاطر ارتعاش خورشیدی. و این شیر و خورشید رو با این تناسب 8 شمع
دور خودمون به نوعی احضار میکنیم. 8 شمع رو دورتون روشن میکنید، مرکز اون شمع قرار میگیرید. اگر نمیتونید دورتون روشن کنید، اون 8 شعله توی اتاقی که میشینید میخوابید حتما و ترجیحاً باشه. از صدای فلز استفاده کنید توی این تایم. یعنی چی از صدای فلز استفاده کنید؟ شنیدید میگن موجودات غیر ارگانیک جن و پریا از فلز میترسن. خیر، اینا از فلز نمیترسن، ولی اینا از صدای فلز دور میشن. این زنگ، این صداهای معبدی، زنگهای معبدی، ناقوس کلیسا، کاسه تبتی، از هر نوع صدای فلز میتونید واسه حفاظت استفاده کنید. توی این چند شب و روز حالا به هر نحوی، هر موقعی که تونستید با هر ابزاری شده کوبیدن 2 تا قاشق به هم، صدای فلز رو دورتون در بیارید. زمانی که احساس ناآرومی کردید، احساس افت انرژی کردید، کمک میکنه به اینکه اگر دارید دستکاری میشید، دارن از موجودات غیر ارگانیک واسه تاثیر روی شما استفاده میکنن، خب از این داستان فاصله بگیرید. یکی از چیزهایی که بیشترین تاثیر رو میتونه داشته باشه این بخوراته. چوب پالوسانتو. چوب پالوسانتو رو میتونید حالا اگر خارج از کشور هستید از آمازون تهیه کنید، اگر ایرانید میتونید از دیجیکالا تهیه کنید. قبل از این بازه زمانی تهیه کنید. این چوب رو توی فضا زمانی که بسوزونید تا 4-5 ساعت یه بوی میده که موجود غیر ارگانیک از این بو فرار میکنه. ما در مراسم هایی که حالا میرسیم به افراد تسخیری، من بارها و بارها و بارها این تکنیک ها رو امتحان کردم و موجودی که درون شخص هست و شخص رو تسخیر کرده سریع اصلا شروع میکنه فرار کردن. و واقعا این چوب با تجربه شخصی خود من بارها تست شده و واسه دور کردن موجودات غیر ارگانیک، چه اگر توی این زمان تلستریم، چه کلا به هر دلیلی موجود غیر ارگانیک دورتون رفت آمد داشته باشه، به شدت توصیه میشه و به شدت جواب میده. همه موجودات غیر ارگانیکی که تاثیر منفی روی شما ایجاد کنن رو بوی این چوب دور میکنه. پالوسانتو کنارتون باشه، به این صورت استفادهش میکنید. چوب پالوسانتو رو روشن میکنید، سرش که شعله گرفت 15 ثانیه صبر میکنید تا 15 میشمارید و بعد با تکون دادن این چوب رو خاموش میکنید. این بویی که آزاد میشه از شما حفاظت میکنه و خب توی این چند شب کنارتون باشه. 3-4 ساعت یه بار تو محیطتون این چوب رو دود کنید. بچه‌ها یکی از این روش‌های حفاظتی رو هم استفاده کنید، جواب میده ازتون توی این تایم، توی این بحران حفاظت میکنه. بهتر از اینه که کلا لخت و بی‌حصار و حفاظی توی جریان قرار بگیرید. اگر همه رو میتونید برآورده کنید بکنید. من خودم از همه این لایه‌ها استفاده میکنم خیلی وقتا، ولی حداقل از یکیش استفاده کنید. اگر نمیتونید از همه استفاده کنید. مسئله مهم مسئله آبی که میخوریم، آبی که استفاده میکنیم ممکنه به هر نحوی آلوده شده باشه. از آبی که میخواین استفاده کنین توی این چند روز، اگر آب معدنی یا آبی دارید که از قبل پر شده باشه یا چشمه‌ای که طبیعی باشه بتونید به دستتون برسه، خب چه بهتر. توی این چند روز حواستون باشه اون آب لوله کشی که توی لوله هست ممکنه سمی باشه که شما رو با عنصر آب بخواد آلوده و مسموم کنه. چرا؟ چون دوباره ممکنه این ترفند رو روی ذخایر آبهای جدید انجام بدن. چرا؟ چون ممکنه که به هر طریقی بتونن دوباره آب رو آلوده کنن. و چرا؟ چون در صورت فلکی عقرب هستیم توی این چند روز و سریع ترین راه نفوذ از طریق عنصر آب هستش. من همیشه میگفتم که توی این زمان توی آب قرار بگیرید، توی وان حموم قرار بگیرید، زیر آب قرار بگیرید. الانم میگم همین کارو بکنید، ولی تو محیطی که زیر آب قرار میگیرید حتما یکی از این روش‌های حفاظتی همراهتون باشه. یا صدای فلز در بیارید، یا یکی از این کریستال‌ها همراهتون باشه، یا قبل از اینکه برید همون چوب پالوسانتو رو دود کنید و از آب به این صورت استفاده کنید. ولی برای آب خوراکی
حتما یا آب چشمه رو تهیه کنید یا آب مدنی های قدیمی تر رو تهیه کنید و برای احتیاط بیشتر آب رو توی یه ظرف فلزی بریزید و با یه فلز دیگه چند بار به اون ظرف مثلا توی قابلمه میریزید، به قاشق به قابلمه ضربه میزنید که اون ارتعاش فلز در اون آب بپیچه و اون آب رو اگر آلوده شده پاکسازی کنه. ما داریم از احتمال آلوده کردن صحبت میکنیم چون مسئله فوق العاده مهمیه. این برای این مسائل و اطلاع رسانی کنید خیلی مسئله مهمیه، چون موجودات غیر ارگانیک اگر به زندگیتون دعوت بشن نه فقط حالا واسه این مقصودی که برای بستن دهن شماست احضار میشن، روی همه جنبه های زندگیتون تاثیر میذارن. این طلسماتی که گفته شد متمرکز روی چاکرای 2 و عنصر آب هستن، روی زندگی جنسی شما تاثیر کامل میذارن، کلا باعث میشن که لذت از زندگی در شما از بین بره، به شما احساس گناه میدن و خب میشن راه نفوذی، راه خروج انرژی از چاکرای دوم شما از الان تا زمانی که بتونید به سختی بعد از بینشون ببرید و بخواید باطلشون کنید. ولی چه بهتر که از خودتون حفاظت کنید که دوباره به روش‌های دیگه آلوده نشید. اینی که دوباره از این طریق بخوان اون آلودگی رو اپیدمی کنن بین این مردم ممکنه اتفاق نیفته، چون حالا این با پیدا شدن این جسدها این داستان تا حدود زیادی لو رفته و ممکنه از طریق‌های دیگه هم بخوان اقدام کنن، حالا با طلسماتی که روی عنصر آتش یا عنصر باد یا عنصر خاک بخواد انجام شه. ولی حالا با همون چوب پالوسانتو، با همون صدای فلز، با همون کریستال ها میتونید کلاً از حضور موجودات غیر ارگانیک به هر نحوی جلوگیری کنید. و بازه زمانی قمر در عقرب رو بهتون گفتم، روش‌های حفاظتی رو بهتون گفتم و مهمترین مسئله این ویدیوی قمر در عقرب رو از چندین روز زودتر برای شما گرفتیم. میدونیم تایم بزرگیه و واسه تیم ایلویچرز هم یکی از چالش های بزرگ این تایم و ما مسئله‌ای که از ابتدای به وجود اومدن ایلویچرز و خب این انجمن برای اهداف ماورایی به وجود اومد. از ابتدا ما در زمانهای بحرانی و قمر در عقرب ها برای کسایی که درخواست داشتن حصار ایجاد میکردیم و طبق معمول این کار رو توی این قمر در عقرب هم انجام خواهیم داد. واسه دوستانی که درخواست حصار دارن، درخواست حصار موقت دارن، این زیر در کامنت ها اسم خودشون و تاریخ تولد کامل خورشیدیشون رو برای ما کامنت کنن. در هر کامنت یک اسم و یک تاریخ باشه، چون کامنت ها به صورت جداگانه توسط ادمین ها میرسه به دست مدیوم ها و جداگانه زمانی که حصار انجام بشه تیک میخوره واسه ما و قابل طبقه بندیه. ولی وقتی که توی کامنت چند اسم باشه کلن بچه ها ادمین ها سراغش نمیرن، چون دیگه برای ما قابلیت طبقه بندی نداره. پس اگر میخواین حصار واسهتون ایجاد بشه توی هر کامنت یک اسم و یک تاریخ تولد بنویسید. ما تا جایی که برسیم، تا جایی که بچه های مدیوممون انرژی داشته باشن شروع میکنیم از همین الان به حصار زدن. و خب قمر در عقرب سنگینیه، دوستایی که مدیوم هستن، استعدادهای ماورایی دارن، از بچگی چشم سومشون باز بوده و میتونستن حالا ارتباط اکتوپلاسمی بگیرن، اکتوپلاسم رو میشناسن، روی بعد ماوراییشون کار کردن و دوست دارن با تیم ایلویچرز توی مسائل ماورایی همکاری کنن. ما یه انجمنی هستیم از مدیوم هایی که کار انجام میدن. از طریق پیج اینستاگرام من با خودم هماهنگ بشن که توی این بازه زمانی واسه این قمر در عقرب بتونن واسه حصار زدن به ما کمک کنن. ازتون درخواست دارم اگر مدیوم هستید و اکتوپلاسم فعالی دارین با ما در جهت حفاظت از مردم عزیزمون
همکاری کنید. این ویدیو رو حتما برای اطلاع رسانی به دوستانتون بفرستید، چرا که خیلی مسئله مهمیه و مسئله آینده ادامه زندگی این خاک و این مردمه. در امان باشید. بدرود.